گاهی در پیچیده‌های زندگی در میمانیم و اون چیزی که در قلبمان هست گفتن نمیتوانیم. گاهی شخصی پیدا نمیکنیم که اون چیزی در قلبمان بوده و در وجودمان بوده را برایش بگوییم. و حتی فرصت پیدا نمی شود، منبری برایمان پیدا نمی گردد که درد دلمان را در آنجا گفته باشیم. برنامه نوی تلویزیونی تنین با نام فرصتی گپ بهر تماشابینان پیشنهاد کرده می شود. در برنامه فرصتی گپ ما از حیات، فعالیت، از معما، از پستی و بلندی، از افتیدن و خیستن‌های شخصیت‌های بزرگ ملت نقل می‌کنیم. دوستان عزیز، برنامه نخستین است فرصتی گپ و ما تصمیم گرفتیم که در برای شما، در برای حیات و ایجادات شما یک برنامه تهیه کنیم و برنامه خاراکتر برنامه همین گونه است که در هر برنامه یک موضوع بررسی کرده می شود. در اطراف یک موضوع اساسی دیگر موضوع ها گفته می شوند و برای من خصوصا همچون روی محرری همین برنامه، مؤلف همین برنامه و برای اکثر تماشابینان یک اطلاع از شما جالب است. اطلاع آن که چگونه عمر علیف در صحنه افتید با معنی تام، یعنی هم به طور واقعی و هم به طور مجازی افتید و چگونه برخاست. یعنی در اطراف همین موضوع ما با شما صحبت میکنیم و فکر میکنم که این موضوع برای تماشابینان، برای بینندگانی که حالا ما رو تماشا میکنند پسند میآید. خب نخست من میخواهم که از شما پرسم که همان حادثه که شما در صحنه بودید و چنانه که ما از سخن بعضن دوستانمون، از بعضن دوستان شما میدونیم، شما به نهایت به درجه بلند بازی میکردید، یعنی با اون درجه که باید انسان فرض کردیم به همین ابراز، به همین نقش 50-70% خودش رو بخشد، شما قریب که 100% خودتان رو بخشیده بودید و اون نفرانی که شاهد بودن، اون نفرانی که تماشا میکردن میگویند که شما واقعا خیلی سخت بازی میکردید، خیلی خوب بازی میکردید و من میخواهم که درباره همین حادثه، از همین حادثه سر کنیم. چی نمایشنامه بود و چی واقعه رخ داد؟ سلامت باشید. من بارها با تلویزیون گفتم و بسیار خوب که امروز باز یک اقدام نو، باز یک بار از حیات کمینه پرسان شدید. البته برای من کمتر مشکلم هست گفتن درباره این چیز، درباره این واقعه. باید گویم که من بسیار منتدار پیش هستم به اون استادانی که به من درس گفتند. شادروان ارباب هنری روسیه پروفسور میخائیل پتروویچ چیستیکوف که بین یک اکتوری نامی و آموزگاری بسیار ورزیده بودند. اولگا واننا پیژووا راهبری بدیهی کورس ما بسیار منتدار از اون کس هستم. اون کس یکی از اولین شاگردان کنستانتین سرگیویچ استانیسلاوسکی بودند و بسیار منتدار هستم از ایرینا پتروونا کازلیانینا، ارباب هنری روسیه هستم، پروفسور هستم، مدیر کافدره بودم. از آنها بسیار منتدار هستم و باید گویم که هم میخائیل پتروویچ چیستیکوف هم ایرینا پتروونا کازلیانینا مرا آگاه کرده بودند که در صحنه وقتی که این یا آن نقش بازی میکنی احتیاط شد، همون از سطح نگذارید.
سطح یعنی چی مقدار است؟ ما کنترل داریم، یعنی از همون کنترل، یعنی سطحی که هست شما گذارید از خود برید. از حد زیاد در صحنه داده شدن هم این خطرناک، یعنی سخت احساسی بودن خطر دارد. بارکالله. و همین طور هم شد. چخیل که شما گفتید یک بار از همین حادثه سفر کنیم، برای اون که ساحه تئاتر و کار کردن پیش از همه همین کسب 100% دوست داشتن در کار و دوم حرمت و احترام کردن در کار. بعد دستتون بالا می شود و من میدانم که مثلا دیگر ساحه با من همین خیر، اگر شما صدقاً کار کنید همون ساحه به قول خوجند باستانی شما را نغز میخورم. البته. و باید گویم که سال 2002 برزو عبدالرزاق باید گویم که یکی از شاگردام هست، بیام خطا نمیکنم، مرا مجبوراً به تئاتر گرفته رفت از سابق اکادمی موسیقی جمهوری تاجیکستان. یعنی شما در کجا کار میکردید؟ پس اکادمی موسیقی تاجیکستان بود. انا بعد ما فاکولته صنعت در نزد دانشگاه دولتی خوجند شدیم. در مرحله امروزه ما فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند هستیم. یعنی در شما در اکادمی کار میکردید و شما رو به تئاتر دعوت کردن که به حیث تئاتر به نام خواجه کمال خوجند، به حیث اکتور، هنرمند. حتی گفتن که بسیار خوب میشد اگر مدیر قسم ادبی هم به عهده میگرفتید. شما کدام نقش رو میبازیدید در این؟ من همون اثری که بسیار اثری معمول و مشهور است، این از روی اصلی ژان باتیست پوکلن دی مولیر، اصلی مولیر نارنکوی اسکاپین، روسیش به پرادیلک اسکاپین. من این نقش در این نمایشنامه در تئاتر جوانان شهر دوشنبه هم بازی کردم به نام تئاتر جوانان به نام محمود جان وحید. عیناً همون ابرازی که در جوانان بازی کردید؟ نه اونجا من بازی کردم، دیگر ابراز بازی کردم. ما اینا گرفتیم و ترجمه روسیش بود، از روسی ترجمه کرده بودن شادروان شمس قیوموف رئیس خلق تاجیکستان، یکی از کارگردان‌های نامی آسیای میانه، بیام خطا نمی‌کنم، اون کس ترجمه کرده بودن و ما نشستیم، من برزو عبدالرزاق، عابد جان نظر، شادروان اکبر محمود مصلحت کردیم و گفتیم که همین یک چیزی کنیم که تاجیکانه شود. اساس همین اثر واقعا در اولهای عصر 19 تاجیکستان علاخصوص خوجند باستانی میگذارد. یعنی نام‌های هم دیگر کردیم، ترجمه‌ش هم دیگر کردیم. کمینه ترجمه کردم از تاجیکی دیگر کردم، واریانت روسی دیدم، قصه که تو نامگذاری کردیم ما نیرنگ‌های عبدوی خوجندی در نقش اساسی بازی می‌کرد. خیلی مشهور هم بود این نمایش در وقتش. خیلی مشهور هم بود. انا عابد جان نظرف بازی می‌کرد در نقش اساسی. یکی از نقش‌ها رو که من نباید بازی می‌کردم، باید بگم که دوستی عزیز، یعنی اثر با لهجه خوجندی نوشتیم، اثر رو با لهجه خوجندی نوشتیم و همه سخن‌هایی که در اونجا یا عمل‌هایی که در اونجا برگزار می‌گردید تنها با لهجه خوجند، یعنی خصوصیتی محلی داشت. بله. انا غدی نکنید، چی بتونید شما چه میگید، چی قدر جاتون نگیرید. این گپ‌هایی که در همه روزه یا اینکه کد ات انا میفهمید اون چی تلفن مثلا میفهمید سخن‌های یعنی کلمه‌هایی هستند که بسیار کوتاه در خوجند تلفظ میکنن و از همین لحاظ حتی نام‌های قهرمان‌های ما دیگر کردیم. و جای مثلا ارگان که یکی از بوی‌های هم دوری مالیر بود، در فرانسه بود، ما کردیم قاریپوچو. مثال ژرونت کردیم دوملا پوچو و من نقشی دوملا پوچو بازی کردم. اونجا نام‌های اساسی که لیاندر بود ما عزیز کردیم و دیگه اکتاف عزیز کردیم، لیاندر دیگر کردیم، نام‌های تاجیکانه کردیم قصه کوتاه. و دوملا پوچو شما بودید و قاریپوچو بود یکی از اکتورهای بسیار عالی جناب، بگم خطا نمی‌کنم، میرزا عمر میرزا احمد. و من نباید بازی میکردم، من ترجمه کرده سپاریدم، فهمانده دادم و باید نقش من شادروان اسلام سلاموف بازی میکردم. اون کس سفری هنری داشتن، نتونستن جلو کردم اون نقشه. وقتی که من گذاشتم همین
یک از پهلوی کابینتی یعنی حجره برزو عبدالرزاق گذاشتم مرا دعوت کرده بود که اون مرا اون کس خوانده نتوانسته است این جمله های اصلا نه میخوندید یک بار خودتون اینها گوش میکردن اکتور رو بعد من خوندم وقتی که من خوندم همگان گفتن که بسیار خوب میشد اگر نقشی دامل پاچه خودی معرض بازی میکرد من گفتم من وقت ندارم من در دانشکده دانشگاه درس میدم 4 کرسی اکتوری دارم و ها کذا گفتن که التماس ما برای شما وقت جدا مخصوص بعد از کاری شما که اومده کار کنید میتونید خیلی کمینه که دوست داشتم خواهد گفتم حالا که مرا 2 مرتبه استادان بزرگی من که در مسکو با من درس گفتن آگاه کرده بودن که هوشیار شو این واقع یک بار شده بود یعنی استاد بخشش یعنی شما یک مرتبه یعنی نشانه همین بود در کجای اول در تئاتر خواجه کمال خوجندی در نقش گیره خانگیره فواره عشق و فواره اشک با یک بار من آخر به منالوگم هست خیر و خوش میکنم یعنی ای اسبی من گفته گیره خان و بعد میرود و ای که بسیار سخت دوست داشت مریه برای مریه شده و همون فانتن یعنی ساختهش که تا امروز ارزی وجود دارد این فانتن انا میگفتم باید که میافتیدم صحنه با میافتیدم گویا که انا پرده پوشیده میشد من باید خیزم تعظیم کنیم هممو شما نخستید من نتونستم خیست یعنی که منالوگ بسیار عالی جناب بود منالوگ عشقی که بود بی‌نیاد عالی جناب بود درباره این اثر مثلا گازیت سویتسکی کلتور رو حتی نوشته بودن استاد بخشش فرصتی همین دو افتیدن چقدر است چند سال اقلا یک تخمینا یک 13-14 سال میفهمید و من ممکن قدر کنم گفتم که خیر شده باری دیگر شدم در تئاتر جوانان وقتی که بسیار یک نقش عالی جناب بود من حتی زبانم نمیگردد و نقش نام بر کنم بازی کردم وقتی که بازی کردم قربان حامد هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان میگفت که این خیلی نگاه نکن اگر این خیلی نگاه کنی من میترسم یعنی نه تمام وجود کرده که من میترسم وقتی که تو نگاه میکنی قصه کوتاه گفت این مراتبه سیون و به قول خوجندی باستانی پت پریده ما یعنی چه خیلی وقتی بازی کردن با یک وقتی که با عابد نظر صحنه بسیار کلان ما است که وای نقش اساسی بازی میکرد یعنی عبدوی بازی میکرد عبدوی خوجندی وای خدمتگار نباشه چون خدمتگاری چقان چالاک شکرانیست بسیار عالی جناب و من یکی از اون آدمای بوی همون دوره هستم که بسیار خسیس هستم نمیخواهم که از جیبم پول دهم من این خیر نه افتیدم این صحنه به نفتیدم تماما چشمان سیاهی زد تماما یگان چیز ندیدم فقط آبی جان نظر فقط دیدم گفتم که آبی جان بسیار احوالم وزدین بری آبی جان اونجا نوربون بود قفوی نوربون با نوازنده میشتن دایره دست خیرالله دادبویف و شوکت عاقلov رژک نواز مشهور جمهوری تاجیکستان هر دوشتم در مرحله انگلیسه بی‌نیاد مشهور هستند انا آنها گفتم که یگان چای داریتون آیسته یگان آب داریتون گفتن که نه این در وقت نمایش در وقت نمایش در دوشنبه سال 2002 انا آنها گفتن که نه من گفتم آبی جان بسیار احوالم وزین یگان چیز نمیبینم گفت که معلم جان دارید یک علاج کرده از ما شما حسنه میبرارید و همون حالت بازی کرده بود حسنه برآمدم که انا برزو عبدالرزاق با جای اینکه آب هم نمیداند که با جای اینکه آبی خنک کردن در کار بود است تمام لحظه بعد انا با من چای گرم داد که وای باز برداشت است و من گفتم من دیگر بازی کردن نمیتونم برزو عبدالرزاق گفت که عمر علی التماس یک صحنه مونده است همین بازی کنید کفایه و یک علاجی کرده همون صحنه آخرانه بازی کرد در اصل اگر گویم ما نباید همون روز همین نمایشنامه بازی میکردیم ما همه نمایشنامه بازی کرده شده بودیم حکومتی شهر دوشنبه التماس کردن از ما که باز یک بار دیگر بازی کنیم برای شخصانی که بی‌نیت همین ساحه دوست می‌دارن به طور تکراری باز یک بار بازی کنیم این آخرین بازی ما بود و تمام از همون جا برآمدیم تو مهمانخانه ارنگ رفتم
همون شب نمیدانم چه خیلی خوابم بود در سطح یاد ندارم. با یگان پزشک مراجعت هم نکردی؟ نه گمان کردم که خیلی از حد زیاد رفتم با خود نقض میشم. قصه کوتاه پگاه بر وقت میخیزم من، خدا با شکر ببینید بر وقت میخیزم، این هست در من بر وقت خیستم برای دستوری شدن در آمدم آب یک ایلاجی کرده دستم کشودم دستم کن همین خیلی دوستم دستم که از دو طرفی دستم از روی دستم آب رفت، یعنی کف به یعنی آب گرفتن نمیشه، دست جمع کردن نمیشه. بعد یکی راه گشتن میتونه، راه گشتم اونم ارنگ بعد از جای قاپیده. بعد گفتم با من چی شد؟ آنهایی که ما یک خانه بودیم با نصرالدین میلیکوف سرماموری تئاتری نورسان است در مرحله امروزه، همه وقت اکتور تئاتر بود. انا بعد گفتم که نصرالدین بچه ها این طرف با 3 نفر بچه ها بودن، ما 2 نفر بودیم یک حجره بود، این طرف با 3 نفر بودن بچه ها. در خیلی چیکار من گفتم احوالم بسیار وزنیم که با همین چهرهش من سیاهی زد، اون سو ندیدم یک ایلاج که دستوری اومد من گفتم سه چاقه تر کنید روی ما پاک کنید شد، پاک کردن روی ما پاک کردیم تمام. بعد اصلا من گرفته پایان فراوردن، باید همون روز براه میبر آمدیم. حتی با من پیشنهاد دادن که یعنی دوشنبه ایستم برای چی؟ برای اینکه اولاد ما با بی‌نهایت دکتر بسیار، حتی در طرف جنوب خسور میگن، ما عمق میگیم هم تو، یا اینکه پدر گفته گپ میزنیم، یعنی پدری همسرم های اون کس بسیار یک آدمی نامی بودن، غفوروف رحمت علی. اون کس دکتری روشگلوی بینی لورلچ ادبیش با آتالارینگول گفتن که حتی استید اون کس یک بار شما بینن. من گفتم خبر نکنید، هیچ گپ نزنید. یک ایلاج کرده اون وقت پویز میگشت، پویز نشستیم در اون پویز من چخیل کازه من نشستم، انا خیلی رفتن غلطیدن گرفتم من راست میکنم همه حیران همه گرم. بعد انا این شاد روان بهش الهی جنت باشد دوران علی معطوف نزدم اومدن گفتن که آشنا گفتم دوران احوالم میشه واسه گفتن که فرار این چیه؟ فرار برگردم میشم بره نه چی کاری شود کجا میشه؟ یعنی شما در همین لحظه چیز احساس میکردید؟ یعنی چی کاری شود در خود شود؟ یعنی شما حتی به مرگ هم روزی بدید؟ چرا؟ برای اینکه تمام اولاد همینجا، پدر مادر همه اولادها همینجا، فرزندها انا همسر همه همینجا. من گفتم چی شود؟ انا قصه کوتاه ما یک ایلاج کرده از پی من همگان بودن، تمامی اهل هنر از پی من بودن، علل خصوص دوران علی و شادروان شرف نیسا صادق بود که ما همگان ولی بوچه میگفتیم. شرف نیسا صادق و جایشون جنت داد الها. انا اون کس بسیار از پی من بودن، از نزد من دور نشدن، حتی همون تو شب نزد من بودن. وقتی که من خواب رواندم انا همون شب هم اومده است میدن عمر جان نغز شما بود، هم دوران علی معطوف هم انا شرف نیسا صادق. استاد بعد کدام مرحله بود؟ یعنی کی به پزشک مراجعت کردید و تشخیص رو چی گفتن؟ یعنی وقتی که ما به خوجند رسیدیم همون عروبه های ورکشانی هست کو الکی تو خوجند شما با عروبه نه خورا خورده میتونستم، نه یگون کار کرده میتونستم، همین دست ها پنجه ها تمام اوزی بدن همه از کار مانده. کیمچی اومد تو انامین تگی دیل کیمچی میخیر اومد همینجا اومده ایستو خیرت بالا نبر آمد استم. دکترها گفتن که اگر همون بالا میبر آمد فور است. باید گویم که در یعنی وقتی راه آهن فتره گشت محیدین حمایه برای پیشوازگیری برام سرداری اداری فرهنگ ولایتی صبح که بودن حمایه پیشوازگیری برآمدن و در یک عربچی بشه اولی جناب نو بوده نو تشکیل کردن که مرا هم 4 نفر از وی از پویس فراورده بار کردن و گرفته آمدن. بعد دوی ما الها سرشان بلند بود، الها دوی ما سرشان بلند بود، آرزوی حوضای فرزندهای بینند. اون کس گفتن که عمر علی جان همین ولگی من شما با اختیار شما گوجوی گوید میبرد. من گفتم رحمت من همسرم یگانه گپی که تو امروز من فراموش نمیکنم، همسرم آینه دیدن که من فرستادین غم نخورید، عصبی نشوید، آرام شوید همش نغز میشد. نه تو فراوردن همین یک خیل گپ
همش نقل میشه. یعنی شما همین سخنها رو شنیده ایستادید در مقالات؟ ده میفهمید. انا بعد فرادم بود انا دستم قپیدم میخوید. انا خیلی ولگا نشستیم تو انا پنجشنبه اومدیم تشنه موندم من کمی. هم تا یعنی هم پنجشنبه اونی که یعنی مرشدکایی 5 میست هم یک بودکه بود است بودکه آبی میست داد. اصلا یک آب گرفتم من بعد نشوندم. بعد به فکرم اشکشون اومد گیره کردن چی با این خیل شدید؟ من گفتم نمیدونم چی با از چی. یکون چیلی اقلا نمیتونم بگم. سرم من این خیل میشد طرف راست بود تمام. این طرف گویا که کیمچه آهم زدگی. دستا آن همی خیل. پای خواه همی خیل. خیلی جگه اومدن در رو تلفن کردن بعد دکتر خواه. شادروان رستم جان داده باید. اون کس نیوروپاتولوژی یعنی دکتری عصبی بسیار مشهور بودن. در اون کس با تلفن کردن اومدند و من دیدند و اون کس عمره کو گفتن. یعنی در خونه دیدند و گفتند که در رو ما گرفتیم دیدن. همسرم که دکتر که هستن اون کس هم دکتر همسرم اون کس گفتن که ما این کس یک حلال پاکیزه کنیم از راه آمدن این کس. نه من با اون کس پگاه بالکه در کار نیستم. من اینو شنیدم. پگاه این کس با ما این صحبت ها در کجا میشد؟ در دهلیز یا در نزد شما؟ در قریب که در نزد بود در بیرون. من هم خانه چه میگیم از دروازه در اومدن خانه چه داریم و که در محل امروز و کابینتی من است آن دروازه در اومدن من هم شنیدم. من خب روندگی هم تمام همسایه ها اومدگی شاگردها شنیده اومدگی بعد من گرفتم به خانه. خب یک سوال چون در دوشنبه چون شما در دوشنبه بودید و گفتید که هر کاری شود در خوجان شود یعنی از نقطه نظری واقعی بینگریم شما حتی با مرگ هم راضی بودید لیکن چرا تن ندادید چرا مبارزه بردید چی بود این شاید یک خصوصیتی یک انسانی قوی بود شاید ناخودآگاه همه این رخ داد چی مجبور میکرد که شما باید مبارزه برید؟ دوستم من تمامی کارهای شایسته که کردم و کرده ایستادم در خوجان کردم خیرخواه بودم آدم هایی که برای سرزمین تاجیکستان برای خوجان بسیار خدمت ها کردم تقاهای من پکاهای من که همه دختر بودن پدرم که کاتبی کمیته دیپارتیوی ولایت نوباد بودن من اون کسی ندیدم تقریبا بعد از 45 روز من به دنیا آمدم و همین چیزها ما رو همه وقت وادار میکرد که باید من برای خوجان ایوان کار کنم کاری کنم که یک ذره بر این اقلا موی بر این برای خوجان خدمت کرده باشه همین چیز ممکن یعنی احساسی وطن داره احساسی وطن سرزمینم خانم اولادم خانه انا فرزند ها به فکرم همین دیگر چیز نیه و بسیار دوست می داشتم من دریای سیرت میفهمید و در معینه همین جای بود هم کوه مغول هم دریا من از خوردی کنده نمی شدم و گفتم یک بار بینم بعد بندگی کنم البته فرزند ها البته همسر البته اکاها خواهرها که در مرحله امروز همه اکاهایم شادروان شدن یک خواهرم در حیات هستم خلاص و بسیار من سربلند هستم که به خوجند آمدم کی رو در همین فرصتی آمدن در فرصتی گویا با مرگ راضی بودن کی رو میخواستید که اول ببینید چون فرصتی گپ است وازین است جواب دادم استاد بنوار نگیرید التماس
فقط دیدن قبر مادر. شما میخواستید بر آخر قبر مادر رو زیارت بکنید. چرا مادر گفتم؟ برای اینکه مادرم 1 سال شده بود از دنیا گذشتگیشون. مثلا 1 سال. اگر من 14 ایون سال 2002 اگر بیمار شده باشم، مادرم 14 فوریه همون سال 2001 سال از دنیا گذشته. برای همینم نمیدونم، فقط همین معنی بود. البته ولی گپایی که در بالا گفتم 100% راست است. لیکن چیزی اساسی در چرا؟ برای چی؟ مادرم 7 نفری ما رو خودشون کوان کردن، به همه معلومات دادن. انا از بین اکوهایم 1 اکوهایم معلومات عالی نداشتن، خلاص دیگر همه معلومات عالی داریم. انا بسیار ناز، انا بسیار تربیه عالی جناب دادن. تربیه که من آرزو میکردم که فرزندان من همین خیل شوند. آرزو میکردم که نبیره های من همین خیل شوند. بسیار آدمی مهنتی بودن، بسیار آدمی خاکسار و دانشمند. میفهمید؟ اون کس در اسباب موسیقی دوتار عالی جناب بازی میکردن. یگون مکتب نخوندند، یگون جای نخوندم. و در خوجند میگن که چاکدوز میگفتند همون دوره. آنی که مثلا هنرمند میگن. بسیار چیزهای عالی جناب میگفتن به همگان. بسیار مبلغی کم میگرفتن و وقتی که خسته میشدن دوتار بازی. و من که اینجا که بودم، ما 7 نفری گفتیم، از همه خوردی من بودم در عائله. فقط به خاطر همین. در مورد تربیه، در مورد دانش، ما با نصرالدین نوری‌دین همسبق شما یک صحبتی خاصه نیز داشتیم و ایشان گفتند که عمرکه در دانشگاه یک شخصی کلیدی بودند از سبب آنکه آداب خوب داشتند و از سبب دوم آنکه زبان رو خیلی خوب می‌دونستند. سلامت باشید. زبان رو خیلی خوب می‌دونستند. سلامت باشید. خب درس ها کی آغاز شدند؟ درس ها آغاز شدن از همون سالی که من بیمار بودم. بله، شما در جوگه بیماری خوب بود. بیماری خوب بود. باز تکرار باشد هم یگان چیله دست نمی جنبید، فقط سرم یک طرف راست میرفت و زاد روزی من بسیار وقتی عجوب، بسیار وقتی گرم بود. یعنی بین تابستانی گرم بود، اما ماه ایول بود. یک ماه گذشت، برای تبریکی من بسیار شخصانی بزرگ، بسیار دوستانی وفادارم آمدن. خیش و تبارخو که و یک سینی مبارک باید می‌روندم، 50 سال می‌شد. و برای تبریک من سابق رکتور دانشگاه داوطلب خوجند خدای تعالی الهی دائم ما کشایش کارشان را ببخشد. آرزوی واسای فرزندهای من سلیموف ناصر جان یوسفی برای دیدار بینی تبریک آمدن. انا گفتم که فقط من 15 دقیقه میشینم، بسیار وقت تنگ دارم، خفه نمیشم بگیم. گفتم مایلش چشم. و جای اینکه 15 دقیقه شدن ساعت 2 میشه. چرا؟ برای اینکه صحبت بسیار گرم. صحبت بسیار گرم بود. بسیار شیرخوانی عالی جناب بود. سرودخوانی های عالی جناب بود. در آنجا آبی جان نظر، برزا عبدالرزاق گفت، انا حاجی جریف، غفور جان، دیگر آدمایی که مثلا صنعتکارایی که بودن، دوستان نزدیک من، همه در همون خانه شدن. گرچه که در بیرون بسیار جای نقص آراسته بودیم. و قصه کوتاه وقتی که اون کس خسته خانه رفته می شدن، ناصر جان گفتن که عمر یگان خدمت هست؟ من گفتم هست. گفتن که چشم. من گفتم رخصت درس دیم. گفتن که چی خیلی؟ من گفتم من نزدم یک شاگردم میگیرم، به شاگردم فهمانده میدهم چی باید کرد، چی خیلی. و دیگر ها باید میگوید، نشان میدهد، من درس میگذارم. یعنی از 2 فن من درس داشتم، مهارت اکتوری و نطق صحنه. و
وقتی که اون کس از این کارها از این درس ها باخبر شدن حتی گفتن که من برای شما الهیده معاش تصمیم میدهم. من گفتم نه این کار نکنم، من خرسند از آنی که شما رخصت بدید من درس میدم. و 3 سال در همون خانچه ای که ما نامش خانچه میدیم. ببخشید چون فرصتی گپ است اون معاش ویژه داده شد یا که شما راضی نشدید؟ نه من راضی نشدم. اون طوری که به طور معمولی به کسی میدین همگان برابری همگان. انا همین خیلی هم شد. بعد من 3 سال در همون خانچه درس گفتم. در مرحله امروزه یکی از آنهایی که همون سالها با من درس می‌گذاشت یکی از کارگردان‌های نامی جوان امیدبخش که هم در فاکولته ما درس می‌کرد قربان جان بابا جان، یکی از رقاصه‌های ماهر علاچی فرهنگ دارند خدمت شایسته سیادت رسول الله. یعنی کورسی بود که کورسی بسیار با قوت و یکی از اون شخصانی که در مرحله امروزه تمامی چاره‌بینی‌های سطحی جمهوری و چراغ میماند که وای کارگردانی چراغ است سیتوای افرملینی میگن رستم تو این رستم قلمت که همون کورس میخوند. میفهمید؟ انا برای همینم وقتی که همونجا درس گذاشتم و وقتی که امتحان برآمده نشون میدادیم همه سوال میداد که این امتحان کجا کردید؟ خانه چه برید؟ مفهوم خانچه علاقه مشهور هم شد، معروف شد. همون خانچه. و خانچه بسیار مایده کرد. همین درازش تخمین 3 برش 260 مایده کرد. کابینت در مرحله امروزه گفتم. خب استاد در دوره وزنین ترین حیات شما اساساً با جز اونایی که مثلا به طور عمومی همه گوییم اساساً کیوار شما بود؟ در پهلویتون بود همیشه درد دل میگفتید؟ شما میخواهید باز یک بار من درد دل میگفتید استاد، درد دل میگفتید، نقشه هایتان رو میگفتید؟ البته همسرم من اینا بارها گفتم و باز میگم. همسرم دکتر یعنی کسب آتا میگن یعنی آتا کسب ازبکی میگن کسب بابایی کسب پدر آن کس گرفتم دکتری بسیار نقص هم هستم و فروغ گلچهره رحمت در مرحله امروزه یکی از درمانگاه های با نفوذی خوجندشهر کار میکنن در نسل سالم و درمانگاهی یکی شهر بیان اعضا هستم کم ترک. انا اون کس بسیار خیلی وفادار هستم. من مایلش از من خفه شوند با چنین زنها فخر کردن. یعنی از با سال پیشین اگر برگردیم اگر یک سببی صحت شدن و یک سببی به صحنه برگشتن شما اگر این هنر و صنعت و دلباختگی به همین کسب باشد یک سبب دیگرش این زوجه شما که همیشه در پدر شما بوده و یک چیز بسیار اساسی نگفتیم دوست عزیز از گناه من گذرم از گناه من اول خدای تعالی معنیش این اگر ثبت نرود معنیش یکی شما فهمیدم البته اول از خدای تعالی بعد دویم همسرم سیوم هنر چرا؟ اگر دسته بندی کنیم بارک الله چرا؟ برای اینکه اون کس من اینه گفتم و باز میگویم. تصور کنید که یک شب چند ساعت انسان خواب میکنه انا روید 8 ساعت انا 7 ساعت همین 7-8 ساعت با 4-5 مرتبه میخیستن اون کس وای بود نامش چی مخصوص میتافتگی ساعت بود ساعتی که صدا میبرد بیدار میکرد بارک الله جنمگاس میزد همین 1 ساعت میموندن میخیستن من پلو چخ میزدم در سوهی تیپ میگن که پرولیش یعنی همون خونها خوب نرم برای اینکه یکون چم نمیجوید یک خیل خوب رفتن نیست من پهلو چازد نمیتونستم یکون گفتم یکون چیلی دستم نمیجوید هر 1 ساعت شما رو یک پهلو میگرداندم یعنی چند سال خوبشون حرام بود 3 سال همین گونه زندگی هر شب 1 ساعت هر ساعت میخیزن شما رو پهلو میگرداندم برای یک زن یا بسیار من با اون کس شناس نیستم لیکن این رو خلاصه میکنم که یا خیلی دوست می داشتند و یا
خیلی آداب خوب گرفته بودند که باید به شوهر خدمت میکردن یا شاید هر دو در یک جایگی؟ هر دو. انا خیلی در مرحله امروز من البته کوشش میکنم که با قول خوجنده باشه. من گفتم که با خوجنده میاد من فخر میکنم، کوشش میکنم سرم برداشته گردم. البته امروز چند فیصد کاری خودتان میکنید؟ خیلی تخمینا 85% کاری خودتان میکنید. بسیار میخواهم که زمین به کار کنم، مثلا گلها شنونم، لیکن عربچه هم نشسته، عربچه معیبی دارم، هم نشسته میکنم همون کار. فقط وقتی که دیگر جا میدونم یا خیستن در کار، اون کس میگه نه خیزید من میگردانم. بعضا همیگونه کارهای جزئی همه کار دیگر همه خودم میکنم. فقط در مرحله امروزه عربچه معیبی دارم که با این عربچه دیگر جایها بیم، دیگر شهرها بیم رفته میتونم. فستیوال ها و اشتراک میکنم، فستیوال آزمون ها و در آزمون هایی که سطحی حتی جمهوری و بیرون از آن سطح جمهوری شهر ولایت میگذارد، در اکثر وقت حتی رئیسی حکمان هم میشن. البته رئیسی حکمان هم میشن. میفهمید؟ همین من کی را به مثال میبیارم؟ پرزیدنتی امریکا وقتی که یک جای بود، وقتی که گنرال ها و اونقدر گوش نمی کنند، وقتی که یپونیا هجوم میکند و وقتی که گنرال میگه که ما باید برعکس اکنون تنبیه یپونیا گیریم، میگه بی نهایت زیاده از قریب 1,500,000 آدم وفات کردگی، غرق شده با اکیان. وای میگه که ما باید برگردم. وقتی که با وای باور نمیکنید که شما این گپه میگید، البته شما با آسان گفتن شما میتونید که یک جوی باشید. وای از جویش میگید که یک اون کس یاری نکند. همون حالت که دو پایش تماما کار نمیکرد از جویش میخیزه. خیسته فرمان. انا این چیزه نه این که هم تو گفتن، این چیزه پیش از هم با عقل دیدن در کار و با دل شناختن در کار. اون وقت و اساسی کاری من هم همین، یعنی هیچگاه انسان باید دستش خم نکنه. یعنی باید شعاری که مثلا در مرحله امروز من به شاگردان خودم میگم و این 100% است. کدام شاگرد من شما کوچیو داشته گویید که عمر چی میشناسی؟ هم میشناسی. همین کس چی شعار گفته که شما میگوید و خلاص. خب یعنی چی؟ ما هم باید شنویم. بارکالله. یعنی پیش پا خورده میافتید که کوچه با هم تو یا یگان جوی پیش ما میخورد بعضن آدم. همین گفتن نخیز، همون زمین گزیده خیز. این ابرزناک، یعنی از همون زمینم بهره بر. اون وقت دستت دائما بالا میشه. از نگاه اصلی بگویم، یعنی شخصی افتیده باید به ناله و به فریاد از جای برخیزد. این نشان مرد است. از نگاه معنوی اگر بگیریم، واقعا این معنی اون رو دارد که باید ما دست نفروریم از معما، از مشکلی، باید ما رشد کنیم، باید ما به پیش رویم، باید ما اثبات کنیم. باید گویم که من تا امروز بی‌نیت بسیار میخوام بازی کردم در صحنه و همین خیلی خمورش میگیرد. خمورش میگیرد. خوبی شبم میبینم که من نقش بازی کردم. من در بالا گفتم که معلمانی که با ما درس دادن جایشون اله و جنت باشد. انا آنها میگفتند که تو آن دمی که شما نه اینکه با عقل، با تمام وجود، علل خصوص با دل دوست نمیدارید کسبتان، روید از این کسب، کار نکنید. یک معلم میگفت که بیبی گفت بریس وادیمیچ که وای معلمی بیوستی ویچسلاو تیخانوف است که سببگار شده که کورس اکتوری گرفتم. و میگفت که اگر من شما 24 نفر تمام کردید هم تو اگر 2 نفری شما در تئاتر کار کند، من قبرم با آرام خواب میکنم. این معنای بی‌نیت چقدر دارد این گپ. یعنی همه هم هنرمند اصیل بوده نمیتونه. بارکالله. خب استاد عزیز، ما در اینجا برنامه رو با انجام میرسانیم و در انتهای برنامه از روی کانسپت برنامه یک بخشی کوتاه داریم. بخش اون است که یک سوالی عمومی فلسفی داده میشه. خب من میخوام که دوره به همین
як мафҳум аз шумо андешаҳои шуморо шунида бошем. қабул. андешаи шумо оид ба мафҳуми инсон ки аст? инсон шахсе ки пеш аз ҳама як чизе аз худ боқӣ монад. инсон шахсест ки доимо кӯшиш кунад ба некӣ. инсон шахсест ки номаш аз худои таоло омадааст. инсон одам ва 100% кӯшиш кунад ки баъд аз худ як чизе монда бошад. 100% кӯшиш кунад ки хизмати волои пеш аз ҳама падар, модар, алахусус авлода ба ҷо оварда бошад. инсон шахсе ки аз худои таоло омадааст. волотарин чизест. агар дағалтар карда гӯем махлуқест меомад. волотарин аст ки аз ин воло дигар чиз шуда наметавонад ва набояд шавад. ҳатто техникаи муосир ҳам наметавонад. хай шумо ин гапа медонед вақте ки ба компютер савол медиҳанд ки беҳтарин шахси дунё, беҳтарин одам ки инсон ки 3 маротиба чӣ менависад? муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. инсон будан дар марҳилаи имрӯза ҳам осон, ҳам мушкил. мефаҳмед? мо ҳама тарафа гӯям бе ягон болобандӣ дар марҳилаи имрӯзе ки мо дар тоҷикистон зиндагӣ мекунем, нони беғурбат дорем мо. нони олиҷаноб дорем имрӯз мо. мефаҳмед? оби ширин дорем мо имрӯз. хай ин ягон болобандӣ нест, сарвари олиҷаноб дорем ки ба мо бар инҳо, ба шумо бар инҳо, ба инҳое ки мо ҳозир ба навор мегиранд бисёр шароити олиҷаноб дода мондаанд ки фақат кор кун, шукр кун, хизмати ватаната кун, хизмати халқата кун, хизмати падар модарата кун. хизмати падар модаре ки ба ҷо меоред, дӯсти азиз, худои таоло ба шумо медиҳаду халос. дӯстони азиз, дар ин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем бо ин суханҳои бисёр ҳам пурэҳсоси устод умар алиев алиевич ва ман дар интиҳо як хоҳиш дорам устод. ман бисёр мехоҳам ки шумо дасти маро сахт саломат боқувват, лекин маълум аст ки боқувват. ташаккур устод барои суҳбати хуб, барои ашкама равон деда имрӯз ошно. саломат. ин ашки шодӣ буд. албатта. саломату сарбаланд бошед ҳаматон. ана раҳматҳои худо ки моро ҳурмату эҳтиром карда омадед. ба телевизиони шумо бурдборӣ тамоми хушҳои ҳаётро таманно дорам. саломат бошед. дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии телевизиони Танин, дар ин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем. рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик шумо барномаҳои навро аз телевизион, аз барномаи ҷадиди мо бо шахсиятҳо интизор шавед. чун фурсати гап аст, онро шунидану пайгирӣ кардан барои шумо андеша мекунам ки муфид хоҳад буд. хайр, то барномаҳои дигар шуду пирӯз бимонед. саломат.